روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در نشر حاضرات درباره بمبگذاری‌های مرگبار در فرودگاه کابل، تقدیم پارچه‌های زمین به عائله‌های بی‌سرابان مانده ناحیه اسفره، بالاروی نرخ مواد غذایی در تاجیکستان و رویدادهای دیگر گزارش می‌دهیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن میگوید از گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش که مسئولیت حمله‌های مرگ‌طلبانه کنار فرودگاه کابل را بر دوش گرفته است، انتقام می‌گیرد. روز 26 آگوست در نتیجه بمبگذاری‌های مرگ‌طلبانه در نزد فرودگاه کابل کمش 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان به هلاکت رسید. در این حادثه صدها نفر دیگر جراحت برداشته است. نیروهای آمریکایی و کشورهای همپیمانش کوشش دارند تا 31 آگوست خارجیان و افغان‌های به اصطلاح زیر خطر را از افغانستان بیرون برآورند. شام دیروز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت که کشورش حمله را نمیبخشد، فراموش نمیکند و مسئولان آن را به جوابگری خواهد کشید. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، نیروهای این کشور گروه دولت اسلامی خراسان را هدف قرار می‌دهند. این گروه همپیمان داعش در قلمرو افغانستان و پاکستان فعال بوده، مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. بایدن ابراز داشت که به فرماندهان آمریکایی دستور داده است که حمله بر رهبران این گروه و پایگاه‌هایش را طرح‌ریزی کنند. او تاکید کرد که حمله تروریستی عزم آنها را نمی‌شکند و عملیات در فرودگاه کابل ادامه می‌کند. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، در طول 12 روزی که طالبان کابل را اشغال کردند، بیش از 100,000 نفر از افغانستان به خارجه انتقال یافت. به قول رهبر آمریکایی، این عملیات طبق نقشه 31 آگوست به پایان می‌رسد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در صحبت تلفنی با رئیس اتحادیه اروپا شارل میشل گفته است طالبان وعده قبلی خود را در مورد تشکیل یک حکومت انتقالی اجرا نکردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشت که صحبت رحمان با میشل روز 26 آگوست صورت گرفته، موضوع اساسی آن وضع افغانستان، کمک به کشور و سرحد بوده است. متاسفانه طالبان صرف نظر از اطمینان چندین باره عمومی خود از تأسیس حکومت موقتی گزارش با جلب دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیدند. اظهار داشته است رئیس جمهوری تاجیکستان. رحمان تاکید کرده است که تاجیکستان همچون همسایه نزدیکترین جانبدار تأسیس نظام صلح‌آمیز و استوار دولتی در افغانستان با نقش مرکزی هماهنگسازی سازمان ملل باشد. او بار دیگر ذکر نموده است که جمهوری هیچ گونه حکومت دیگر را به نظر داشت موقع کل مردم افغانستان و دایره وسیع نمایندگی همه ملت‌ها تأسیس داده می شود اعتراف نمی کند. در انجام شارل میشل امامعلی رحمان را به زیارت از بروسل دعوت کرده است. یک روز پیش از آن 25 آگوست در یک صحبت تلفنی پرزیدنت تاجیکستان با پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون هم وضع افغانستان را بررسی کرده بود. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر می‌دهد که رهبر فرانسه امامعلی رحمان را برای انجام سفر به این کشور دعوت کرد. خدمات مرزبانی پولش خبر داده است که 59 نفر را هنگام عبور غیرقانونی مرز بلاروس بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی پولش روز 25 آگوست نوشته است که اکثر بازداشت شده ها شهروند تاجیکستان و عراق هستند. در مجموع در یک روز مرزبانان پولش از 100 حالت کوشش عبور غیرقانونی مرز جلوگیری کردند. اوکراین و بلاروس با پولش یک کشور عضو اتحادیه اروپا مرزی مشترک دارند. در دوام 2-3 سال اخیر ده‌ها شهروند تاجیکستان این قلمرو را با هدف راه یافتن به اروپا و ارائه عریضه پناهندگی استفاده بردند. در میان آنهایی که به مقام پناهندگی و هم نامزد به پناهندگی در اروپا به سر میبرند، سابق اعضای گروه و سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع سیاسی نظیر گروه 24 و حزب نهضت اسلامی می باشند. این افراد با مکان زیست موقتی
مبلغ معین و درس و کورس‌های آموزشی تامین می‌شوند. برخی با اعضای عائله‌شان به سر می‌برند. مقامات پولشا گفتند که سال 2016 539 شهروند تاجیکستان در پولشا و یا لهستان صاحب پناهگاه شده، درخواست بیش از 3000 نفر دیگر رد شده است. حکومت شهر اسفره به 10 عائله‌ای که آخر ماه اپریل در نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان سرپرستشان را از دست دادند، قطعه زمین تقدیم کرد. 26 اوگوست سخنگوی رئیس شهر اسفره زبیدالله شامدوف گفت 8 عائله از جماعت چارکوه، 1 خانواده از جماعت واروخ و 1 عائله از جماعت سرخ که هنگام درگیری‌ها پدران خانواده را از دست دادند، صاحب پاره زمین برای بنیادی منزل شدند. او افزود قطعه‌های زمین به آنها در محله نوبنیادی 14 یا شهرک سامانیان در کنار مرکز ناحیه جدا کرده شد. چندی پیش با دستگیری مالی صاحبکاران به خواجگی‌هایی که هنگام نزاع در اسفره منزلشان را از دست داده‌اند، خانه‌های نو بنیاد کردند. درگیری‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 29 اپریل رخ داده بود. مقامات تاجیکستان کشته شدن 19 نفر و جراحت برداشتن 87 نفر دیگر را تصدیق کرده بودند. طبق اطلاع جانب قرقیزستان 189 شهروند این کشور مجروح و 36 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. داد و گرفت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال روان 3 میلیارد و 550 میلیون دلار را تشکیل داده است که در مقایسه با همین دوره یک سال پیش تخمیناً 45% بیشتر است. خبرگزاری اوستا با تکیه به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان آورده است که در این دوره واردات به تاجیکستان 2 میلیارد و 218 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به سال گذشته 27% بیشتر است. در همین دوره تاجیکستان به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار محصولات صادر نموده است که در مقایسه با سال گذشته تخمیناً 2 برابر بیشتر است. به نوشته خبرگزاری داد و گرفت تاجیکستان بیش از همه با شویتساریا 723 میلیون دلار را تشکیل داده است. خبرگزاری آزیا پلوس درباره بالاروی نرخ مواد غذایی در تاجیکستان اطلاع داده افزوده است که در سوپرمارکت و بازارها نرخ میانه شیر تا 6.5 7 سومانی بالا رفته است. جرغات در ظرف پلاستیکی وزنش 450 گرم به قیمت 7 سومانی فروخته می شود. ابتدای سال روان نرخ آن به 4-5 سومانی برابر بوده است. طی 2 هفته اخیر یک خلطه ارد به اندازه 20 سومانی گرانتر شده به 270 سومانی فروخته می شود. کارشناسان سبب‌های این را به افزایش سطح تورم، سطح پست رقابت پذیری بین استحصال کنندگان و بحران در ساحه تأمینات با مواد سوزشواری مربوط می دهند. ماه‌های اخیر همزمان با بالاروی نرخ مواد سوخت، کارشناسان پیش بینی می کردند که وابسته به آن نرخ محصولات دیگر نیز بالا می رود. در نتیجه ترکیش و سوختار شام 26 اوگوست در انبار نظامی قسم نظامی در ولایت جنبول قزاقستان کمش 60 کس جراحت برداشت. در این حادثه کسی نفودیده است. خبر می‌دهد مرکز مطبوعاتی حکومت جنبول. همه مجروحان به بیمارخانه شهر تراز برده شدند. وزارت مدافع قزاقستان گفت در انبار اسلحه نگهداری می شود. به این دلیل تصمیم شده است که ساکنان اطراف قسم نظامی کوچ داده شوند. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. از حکومت جنبول خبر دادند که همه راه‌های ورودی به نزد قسم نظامی از جمله راه آهن موقتاً بسته شده‌اند. در اوکراین رکورد نو جهانی گذاشته شد. 8 پهلوان بزرگترین هواپیمای روی عالم را از جایش به مسافه بیش از 4 متر پیش بردند. این حادثه در فرودگاه مؤسسه هواپیماسازی به نام انتونوف واقع در ولایت کیف به وقوع پیوست. 8 پهلوان در دوام 1 دقیقه و 13 ثانیه بزرگترین هواپیمای روی عالم ان 225 مریه را 4 متر و 30 سانتی متر پیش بردند. وزن این هواپیما 330 تن نبوده است. رکورد پیشتری از جای جنبانیدن مریه سال 2003 ثبت شده بود. آن زمان 10 پهلوان این هواپیما را از جای بیرون کشیده بودند. رکورد در روز استقلال اوکراین 24 اوگوست گذاشته شد. ان 225 مریه یگانه هواپیما با این حجم بوده سال 1988 برای برآوردن احتیاجات ساحه کیهان نوردی شوروی ساخته شده است.
مریه میبایست کشتی‌های کیهانی بوران را انتقال میداد. این هواپیما امکان دارد که در یک پروازش بیش از 250 تن بار را به هوا برآورد. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 27 اوگوست بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 32 درم، 1 یورو را 13 سومانی و 30 درم و 1000 روبل روسی را 152 سومانی و 50 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. خدا حافظ شما.